از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نصابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی اساس فرمانهای جنایتی آغاز می نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. محترم استادان و کارمندان مقامات حفظ حقوق، همه شما را به مناسبت افتتاح باز یک مؤسسه تحصیلات عالی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص برای مقامات کارهای داخلی مملکت صمیمانه تبریک میگویم. افتتاح این انشاءات که در عرفه تجدید جشن 30 سالگرد قبول نخستین کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال و روز میلیسیای تاجیک 10 نوامبر صورت میگیرد، نشانه توجه دائمی دولت و حکومت مملکت به مسائل فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کادرهای بلند اختصاص و طلبات زمان معاصر جاوگوی و بلند برداشتن سطح کسبیتی آنها میباشد. در آستانه جشن 30 سالگی کنستیتوسیون آغاز گردیدن فعالیت چنین مؤسسه‌ها بسا رمزی نیز میباشد، زیرا مقامات حفظ حقوق و در نوبت اول مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیون و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. تأسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسا مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردمی چین ساخته به وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردمی چین حکومت این کشور منتداری صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عملهای دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترین پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و مقیاس جهانی کسب کرده است. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه میباشد، زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستیتوسیونی آن بلکه به روزگار آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید میکند. در این روند به گروه‌های اکستریمیستی و سازمان‌های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه‌های جامعه بارها تاکید نمودم. باید گفت که در برابر نتیجه‌های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق
کمبودی‌های زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقت‌های اخیر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک‌ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس فرمانهای جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. فعالیت سوس نمایندگی مقامات داعشان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر میباشد که گروه کاری رفته وظیفه‌های آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که به ثبات و آرامی جامعه تهدید می‌کند قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار میباشد. واردشوی واسطه‌های نشادار و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی میماند. تأکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. بار دیگر تأکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار از ضرور است که فعالیت خود را وابسته به پیشگیری کردن گردش غیرقانونی واسطه‌های نشادار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتش فشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سرزدن جنایت‌های وزین می‌گردد. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزورگردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیر قانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر عدالت و در نتیجه چهارهای از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیده به قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب در آرین این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمرو مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا هنوز این کمبودی‌ها جای دارند. حاضرین گرامی، کارمندان مقامات این حقوق همچون حامیان حقوق و آزادی‌های شهروندان و معاونان ترتیبات جمعیتی در مشکل ترین لحظه های تاریخی کشورمان به خاطر حمایت ثبات جامعه، آرامی مردم، مبارزه بر ضد دسته های مسلح جنایتکار و مهمتر از همه برقرار کردن ساخت انسانی در صف پیش قرار داشتند. آنها امروز نیز با جنایتکاری متشکل ترانسمیدی، جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی، کیبر جنایت‌ها، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری کردن دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی مبارزه برده ایستاده‌اند. طور می‌دانید تا زمان صاحب استقلالی در کشورمان مؤسسه تحصیلات عالی آماده‌سازی متخصصان بلنداحساس برای مقامات کارهای داخلی وجود نداشت. متخصصان اساساً در مؤسسه‌های تحصیلات عالی دیگر جمهوری‌های اتفاقی تیار کرده می‌شدند. در تاجیکستان تنها یک مکتب مخصوص میلیسیا فعالیت می‌کرد. حالا در ساختار و مقامات کارهای داخلی 4 مؤسسه تعلیمی، اکادمی، کالج میلیسیا، کالج آتش نشانی تکنیکی و مرکز تعلیمی فعالیت می‌نماید. بعدی به دست آوردن استقلال در تاریخ فعالیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مرحله نو، دوره مستقلیت کامل و در عین زمان دوره آزمایش و امتحان جدی تأمین ثبات و آرامی کشور، حمایت آسودگی شهروندان، حفظ حقوق انسان و ترتیبات جمعیتی آغاز کردیم. ما تأسیس دادیم آهسته آهسته بعضی مادی تکنیکی این دانشگاه را کالج لیسه را خیلی بلند برداشته بودند. با امید هیچ کس شاید کار نیست. برای عملی نمودن چنین وظیفه‌ها ضرورت پیش آمد که
ما تربیه کادرهای بلندساز را برای ساعت هرچه زودتر در داخل کشور تشکیل کردن، نظام نوی اداره کنی مقامات حفظی حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را برآورد. حاضرین گرامی، شما خوب آگاهی دارید که در دوام 2 ساله اخیر دنیا با تحولات عظیم دچار شده. نبض و نظام زندگی در تمام سیاره تغییر یافته ایستاده است. یعنی روند جهانی شوی انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستاده است که برای پیشگیری کردن آنها استفاده و تطبیق تجربه و اصولهای نوی محافظتی ترتیبات جمعیتی و حقوق آزادی‌های شهروندان لازم می‌آید. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف تکمیل نظام آماده سازی کادرهای بلنداحساس و با طلبات زمانه مطابق گردانیدن برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از جمله مؤسسه تعلیمی امروزه میباشد. جهتی در سطح بلند کسبی و معاصر نگاه داشتن فضای علمی و تعلیمی این بارگاه رهبریت مؤسسه را ضرور است که همکاری را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور برای تحقیق و تطبیق رویه‌های فعالیت اپراتیو و جستجویی، مرافعه جنایتی، مأموری و دیگر سمت‌ها تقویت باشد. دولت و حکومت مملکت با استفاده از امکانات‌های موجوده مبلغ‌زایی فعالیت مقامات حفظ حقوق کشور را تأمین نموده در برابر این برای فراهم آوردن شرایط بهترین تحصیل در مؤسسه‌های مذکور همه چاره‌بینی‌های ضروری را عملی می‌نماید. محض با همین مقصد ما امروز در اینجا در مراسم افتتاح بنای نوزمانوی مؤسسه قرار داریم. باور دارم که با استفاده از امکانات‌های بهترین مهیا گردیده از جمله سیمخانه و تالارهای مجهز زمانوی و دیگر شرایط مطابق با معیارهای بین‌المللی روند تعلیم متخصصان با کلی بهتر گردیده در آن تجربه بهترین مؤسسه تعلیمی مقامات حفظ حقوق جهان راه اندازی خواهد شد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله ضرور است که کادرهای صحابی در سطح بلند کسبی و مطابق با معیارهای جهانی معاصر آماده کرده شوند. در این روند باید به خصلت‌های روحی و روانی و آب و تاب جسمانی همه‌جانبه کادرهای آینده اعتبار جدی ظاهر گردد. جوانی که قبول می‌کنید از لحاظ روحی، روانی و جسمانی آب و تاب یافته باشد. علاوه بر این تیاری کسبی کارمندان مقامات حفظ حقوق باید به ارزش‌های زمانوی دموکراسی، ولایت قانون، حمایت حقوق آزادی انسان و شهروند اساس یابد. برابران و مسئولین مؤسسه ضرور است که هنگام تیار کردن متخصصان و باز آموزی و تکمیل احساس آنها و مسائل خصوصیت خاص کسبی اهمیت جدی داده در ذهن شعور شاگردان معرفت و جامعه وسیع، مهارت ملاحظه رانی، تحلیل وضعیت و وابسته به آن ملکه قبول قرارهای ضروری را تربیت نماید. در روند آموزش اختصاص‌ها و برنامه‌های تعلیمی از جمله در کورس‌های کوتاه مدتی آن برابر آموزش اساس‌های قانونگذاری مهنت، مأموری، روانشناسی، آداب سخنوری برای هیئت راهبری کننده از سخنی عمیق زبان دولتی آموختن نکم از 2 زبان خارجی و کار با تکنولوژی‌های معاصر کمیونیکاسیونی را وارد نمودن ضرور می‌باشد. تاجیکستان در عرصه بین‌المللی 190 دولت دنیا با رسمیت شناخته است. با قریب 160 دولت اینا رابطه‌های اقتصادی داریم. ما کلی اعضای سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی دنیا است. امروز تاجیکستان در همکاری با بسیار دولت‌های دنیا همکاری‌های دوجانبه دیپلماتی سیاسی را برای آمادگی است. در سمت حتی مقامات‌های کارهای داخلی دانستن زبان به نهایت همچون باد و هوا ضرور است. جدی مناسبت کنید. همچنین با در نظر داشت توسعه همگرایی تاجیکستان با جامعه جهانی ضرور است که آموزش سندهای معیاری و حقوقی بین‌المللی نیز برآورده شود. در جامعه دموکراتیک و متمدن معاصر خدمت در مقامات حفظ حقوق، حس بلند وطندوستی و وطنپرستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، عزم و اراده قوی، شجاعت و دلیری و مهمتر از همه خواهش صادقانه خدمت کردن به وطن، مادر، دولت و جامعه را طلب می‌نماید. در این روند یک مسئله مهم را همیشه در خاطر باید داشت که
مردم با فعالیت دولت از روی فعالیت مقامات ذی‌حقوق بها میده. اطمینان کامل دارم که تعلیم گیرندگان مؤسسه امروزه یکجا با ساختار مقامات دیگر در جاده ادای وظیفه‌های خدمتی خود، یعنی تامین نمودن ترتیبات جمعیتی، آرامی و ثبات جامعه و مبارزه با ضد همه گونه قانونشکنی صادقانه و صادقانه سعی و تلاش خواهد کرد. وابسته به این استادان و کارمندان مؤسسه باید با وظیفه مقدس خویش با مسئولیت بلند مناسبت کرده در عملی نمودن برنامه‌های تعلیمی جهت آماده سازی کادرهای بلندساز ساحه و کلاً بهتر گردانیدن نظام تحصیل سهمی مناسب گذارند. در آخر بار دیگر همه شما حاضرین گرامی و کل کارمندان مقامات کارهای داخلی را به افتخار 30 سالگی قبول نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال، روز ملیسیای تاجیک و افتتاح باز یک مؤسسه عالی آماده سازی کادرهای بلندساز صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی، اراده متین و برار و کامیابی آرزو می‌نمایم.